یک رنگی، یک صدایی و پایان بر ماها انتظار. اینجا مکه مکرمه است، قلب تپنده جهان اسلام، جایی که میلیون ها انسان لبیک گویان بزرگترین جلوه تسلیم و بندگی را به نمایش گذاشتند. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان شبکه خبری آینه. به گزارش ویژه امروز خوش آمدین. پیش از آن که وارد جزئیات شویم، همین حالا تکمه سابسکرایب و دنبال کردن صفحه آینه را بزنید. این گزارش را لایک کنین و در کامنت ها بنویسین امسال عید در شهر و دیار شما چگونه برگزار می شود. بر اساس اعلام رسمی دادگاه عالی عربستان سعودی، چهارشنبه 27 می سال 2026 میلادی مصادف با 6 جوزای 1405 هجری شمسی، روز 10 ذوالحجه و عید سعید قربان یعنی عید اضحی در سراسر جهان اسلام است. امسال زائران بیت الله الحرام پس از وقوف در صحرای عرفات در روز سه‌شنبه با طلوع خورشید چهارشنبه راهی منا خواهند شد تا مناسک چمره، عقبه و قربانی را به جای آورند. عید قربان 1405 در مکه شکوه متفاوتی دارد. پس از چالش‌های سالهای گذشته، امسال بیش از 2 میلیون زائر از سراسر جهان دوش یکدیگر خط بطلانه بر تمام تفاوت‌های نژادی و زبانی کشیدند. در مناسک امسال استفاده از فناوری‌های هوشمند برای هدایت زائران و مدیریت توزیع گوشت‌های قربانی به کشورهای محروم به اوج خود رسیده است. حجاج پس از حلق و تقصیر پیروزی بر هوای نفس را جشن می‌گیرند، روزی که خون قربانی نماد گذشتن از عزیزترین وابستگی‌های دنیوی است. و اما به کشور خودمان افغانستان می‌آییم، جایی که عید همیشه معنای فراتر از یک تقویم دارد. امسال مردم شریف افغانستان در شرایط به استقبال عید سعید اضحی رفتند که سایه سنگین چالش‌های اقتصادی هنوز بر زندگی بسیاری از خانواده‌ها سنگینی می‌کند. با این حال پایتخت و ولایات حال و هوای عید به خود گرفتند. بازارهای فروشی مواشی، گوسفند و گاو در حواشی شهر کابل اگرچه با نوسان قیمت‌ها روبرو بود، اما سنت دیرینه ابراهیمی فراموش نشد. قرار است شهروندان سرتاسر کشور به خصوص کابل، مزار شریف، هرات و قندهار صبح اول روز عید با حضور گسترده در مساجد جامع نماز عید را اقامه کنند و برای صلح پایدار، ثبات و رفاه کشور دعا نموده سنت زیبای دید و بازدید و صله رحم و با پهن کردن سفره‌های صمیمی عید و تقسیم گوشت قربانی میان مستمندان جلوه بی‌نظیر از همبستگی مردمی را در این دیار به نمایش بگذارند. از اینکه تا پایان این گزارش همراه با ما بودین از شما سپاسگزاریم. عید سعید قربان بر همه شما، خانواده‌های محترمتان و تمام مسلمانان جهان مبارک و خجسته باد. طاعات و عبادات و قربانی هایتان مقبول درگاه حق. فراموش نکنین که برای تماشای گزارش های زنده ما از حال هوای روزهای عید در ولایات مختلف افغانستان شبکه آینه را دنبال کنید.